امیدوارم که به هر حال رضایت رو بگیریم ایشالله. چرا آقای آید دیگه حتما دیگه تو رو خدا مون به شماست آقای آید. 3 2 1 استودیو آنتن. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام. درست اون ساختمونی که میبینید منزل مردی وجود داره که مهرمان سال گذشته توسط همسرش به قتل رسید. قتل عمد که نکردم آقا. حکمت قصاصه. مریم کمیجانی سالها با تنها دختر ناصر مونا زیاد دوستی و ارتباط کاری داشت. فقط میگی زیا آقا بود، مونا برام خواهری کرد، منم پشیمونم. همین. بزن بریم بیرون دیگه. بشین عزیزم بشین. شما عزیزان اگر خانم مریم کمیجانی رو مستحق بخشش میدونین عدد 1 رو به شماره 3301 و اگر نه عدد 2 رو به همین شماره پیامک بفرمایید. با ما همراه باشید. داره دروغ میگه تو بودی. بذار حرفشو بزنه. اینو چی داره میگه؟ برای من مسئولیت داره، برای شبکه خوب نیست. قطعش کنید آقا. نمیبخشه. حق داره والا. وایسا. من فقط میخوام اعدام بشه. هرچی خواستی گفتی بخش. انصافا خودت جای اون خانم بودی میبخشیدی.